درود به همه شما بینندگان عزیز. من منت دارم از آنهایی که در شبکه اینترنتی من وارد گشتند، اعضا شدند. اظهار تشکر میکنم. سلامت باشید. من در خزینه‌ام نوارهای زیادی دارم که اکثریت آن را شما ندیدید و نشنیدید. با مرور زمان من همه آنها را پیشکش شما میکنم. اگر شما با آن چیزایی که من پیشنهاد میکنم راضی نباشید، یعنی بهاگذاری کنید و درخواست و نیت‌های دیگری داشته باشید، سوال میکنید، من به همه آن سوال‌های شما و درخواست شما را با جان دل اجرا میکنم. و آنهایی که با سوال‌های عجیب نشانرس و پسند ما میافتد، سزاوار مکافات این کتاب میشود. من این فیته به نزدیکی چاپ کرده من سزاوار میگردد. و شاید بعضی های شما همراه من نیت یک پیاله چای نوشیدن دارید. مشکلی نیست، یک اشاره ما به سر میداریم. برادران عزیز من، یکی از دوستهای نزدیک من استاد فیضلی حسنов، هنرمند شناخته، جیغ میزنن میگن که اکای فیضلی، مهلت شناسنامه شما کیها گذشته است، شما باید صورت گیرید، شناسنامه نگیرید، نباشه از جمهوری بیرون برآمده نمیتواند. و میگه این روز دیگر در نزد صورتگرخانه میبینن که فیضلی بیل در دست چاه میکند. آدمان جمع میشن میگن ها اکای فیضلی چی که پس اینجا چاه میکنید، خانه میسازید؟ میگه نه، خانه کجا، مهلت شناسنامه هم گذشته است، من آماده صورتگیری دارم. اون میگه چرا چاه میکنید؟ میگه آقا صورتگیر گفت که ما تا خطفات صورت میگیریم. میخندن و میگن که خب من از فهمیدم چرا 4 تا؟ از صورتگیر گفت که 4 صورت در کار است.